سلام. میخوایم بریم بیرون با سمانه و اینکه بریم ماشین جدیدشو که تازه خریده رو ببینیم. من که خیلی خودم ذوق دارم چون خیلی به نفع منه. همیشه دیگه سمانه میاد دنبالم، ولی خب خیلی خوب شد که ماشین خرید. خیلی خوشحالم. شلوار چی؟ خیلی بد دارم جوش میزنم، نمیدونم چرا. بکنم چون پریود نمیشم به خاطر اونه. من همیشه تو فصل بهار هورمونام به هم میریزه. حالا نمیدونم دلیلش چه. مامانم میگه چون خونه جوش میاد به خاطر اونه. بالم لب لندر خیلی خوبه. امروز بلند شدم برم باشگاه، رفتم تا جلو در شد برگشتم. امروز قرار بود برم باشگاه بعدش بریم بیرون، ولی تا جلو در باشگاه رفتم به زنگ زدم دیدم بسته است، یعنی باز نیستن. حالا نمیدونم جمعه است به خاطر اونه. بعد دیگه مجبور شدم برگردم بیام آماده شم. میدونم بچه گونه است ولی خوشگله. یه استکم برای سمانه درست کنیم بعد بگیم. استک ای جو آره میدی؟ چیه؟ وای ای بر چقدر خوبه تو ماشین جدید. چقدر خوبه. استایکم دستاز نگی. قربونت مرسی. تو چه خبر؟ اون بر آبی. خب دیگه داریم میریم. امروز بخواه چی کار کنیم؟ شاید این دفعه با یه بوسه باز دوباره یاد بگیرمت، مثل اولش تو عاشقم نباش، به یاد اون شبا که با تو حس تازه داشت بیام ببینمت. شاید این دفعه با یه بوسه باز دوباره یاد بگیرمت. خب بچه ها الان با سمانه داریم میریم دو چرخ سواری. امروز خیلی داریم اشغال میکنیم با سمانه. دو چرخ هم اینجاست. امروز خیلی انرژی داریم چون جمعه است. دوست دارم از جمعه استفاده کنم چون هر روز هفته سر کارم بود وقت نمیشه، ولی امروز میشه استفاده کرد. بریم میشه کتونی پیش با کتونی میشه رفت، ولی پر آدم اینجا، یعنی کلی آدم اومدن ورزش کنن، دو چرخ سواری کنن. خودم میشه تاهیم که به پردیسه رو بریم دارو بزنیم. بریم آره. طولانیه. ایوا ترافیک جلو. برج میلاد. وای چه خوشگله. برو دارم میام. برگردیم الان.